مگر ارزش انسانی با یک پرده خوندار برابر است که تماما قبولش ممکن است؟ یا هنگام علاقه جنسی اولی تماما خون آمدنش ممکن است؟ اگر همین طور باشد من در این جمعیت زندگی نمیتونم. بس من بسیار دیدم خاری و زاری و پست زمین دخترانی بی‌حمایت. بکارت و دیگر مشکلات دختران در جامعه تاجیکستان در محور اساسی نمایشنامه مادرم، پدرم و من عائله مستحکم قرار داشت. این اثر آخر هفته گذشته در تالار تئاتری به نام کمال خوجنده شهر خوجند روی صحنه آمد. سعیده یوسف که در آن نقش مرکزی را می‌بازد گفت که نمایش مشکلات ده‌ها دختر را افشا ساخت. بسیارتر چرخ میزند اما همه روی پوش میکند که همه گم نفهمد. هست همیشه 100% نمیگویم خیلی 80% 70% همین خیلی هست گفتم میتونم. در سر جمع و تو چیزی میگویم تو رو خیلی دوست میدارم. اثر در مدت کوتاه روی کار آمده به طرز خوانشی بی‌قیدی به تماشابینان پیشکش گردید. این شیوه پیشنهاد از دیگر نمایش‌های تئاتری فرق داشت و هنرمندان گفتند که بار اول آن را آزمودند. من فکر میکنم که همچون هنرمند این برای من یک مکتب، یک آزمایش، یک دیدی نو و مؤلفای دیگر شناس شدم. من فکر میکنم که و آرزو میکنم که چنین انمی خیلی فرمت ها بسیارتر جاری شوند در تئاترهای مس ولایت سوخت، زیرا که این یک مکتبی کلان برای هر یک هنرمند میشه. از هیچی یک چی ساختن. نمایشی مذکور در دایره لایحه منطقوی لابراتوار درامنویسان جوان آسیای مرکزی برگزار گردید که آن را تئاتر الهام شهر تاشکند با دستگیری کنفدراسیون شویتزاریا در کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و همکنون تاجیکستان عملی ساخت. هماهنگسازان لایحه در ولایت سوق میگویند که این طرح به سانسور یا سنزور است. این اثرها از جانب خود جوانها نوشته شده است. حالاکه این جوانها امروز درد دل خود را آن چیزی که امروز جامعه از آنها در کانفلیکت هستند همین را روی کار آوردند که در اینجا اساسا مسئله اجتماعی که مناسبت پسر و پدر، دختر و پدر، مناسبت نوروز با شخصیت‌های کلانسال شده میگذارد. همون کانفلیکت ها روی کار آمدند. فرقیتش هم در این است که امروز خود همون جوانایی که بیشتر به تئاتر خیلی شاید میل ندارن همونها خودشون درد دلشون رو افشا کردند که در اینجا امروز نمایش داده میشه. همون ایده که در مثلا سری مؤلف بود ما به همون نمود به تماشابین پیشکش می نماییم، زیرا مثلا هستند نمایشنامه هایی که با وجودی مثلا کانتکستی دولتم یگون معرکه های سیاسی یگون ценزура کرده شوند، یگون کوتاه کرده شوند، تغییر داده شوند متنشان. لیکن این پیسه هایی که در دوام 2 روز ما به تماشابینان پیشکش می نماییم اون حتما همون متنی است که خود مؤلفان به نقشه گرفته بودند، میخواستن به تماشابین نشان دهند. یگون تغییرات ندیده است و ما امیدواریم که این به تماشابینان معقول می شود و خوب پذیرایی کرده می شود. هواداران تئاتر میگویند که فرمت خوانش به تماشابینان امکان میدهد که بار اول با متن اثری نو در اجرای هنرپیشگان شناس شوند و جریان ایجاد را از نزدیک احساس نمایند. به اندیشه آنها مردمی از تئاتر دور شده را این نوع نمایش نزدیک می نماید. به فکر من در تئاترها باید نمین موضوعهای اکتوالی که امروز در جامعه یعنی یک مشکلاتی هست نمین مشکلات را به صحنه گذارند تا اینکه مردم آمده الکی خود را به فکر من هر کس در همون صحنه خود را می بیند. این بهتر است. تشبسکاران طرح بر اینند که لایحه به رشد دراماتورگی معاصر، دستگیری هنرپیشگان و اثرهای نو و فراهم آوردن امکانیت برای رشد کسبی نویسندگان جوان روانه شده است. این همایش ادامه قسمت تعلیمی و ایجادی لایحه می باشد که در دایره آن 25 اثر ایجاد شده، 9 عدد آن در شهر تاشکند رونمایی شدند.
ҳоло лоиҳа акнун ба тоҷикистон ва қирғизистон густариш меёбад. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.